بچه‌ها سلام. تقریباً 3 سال از اولین باری که دستور کلوچه فومن رو توی پیج گذاشتم گذشته. حالا میخوایم تجربه این 3 سال رو توی یه فیلم جدید مجدد تقدیمتون کنیم. مواد خشک دستور رو با همدیگه مخلوط کنید. آب و شیر و کره یا روغن حیوانی اضافه میشه. در حدی ورز بدید که خمیر یک دست بشه. نیاز به تست پنجره نداره. خمیر شلوولی هم نیست. خمیر رو چونه کنید، توی ظرف مناسب بهش استراحت بدید در دمای محیط و صبر می‌کنیم تا 2 برابر بشه. دقت کنید این خمیر 4 مرحله استراحت داره. به تکه‌های 50 گرمی تقسیم کردم. مجدد چونه میشه و باز صبر می‌کنیم تا چونه‌ها در دمای محیط 2 برابر بشه. توی این فاصله میریم مواد میانی رو درست می‌کنیم که گردو داریم، آرد تفت داده شده که خوش عطر بشه، شکر، دارچین، جوز هندی و هل که کامل با هم مخلوط میشه، آب، کره یا آب شده یا روغن حیوانی رو اضافه می‌کنیم. میتونید چنگ بزنید تا مواد کامل مخلوط بشه. قرار نیست خیلی سفت بشه. یه فشار که میدید میبینید به حالت پود در میاد، اما توی مشتتون هم که میگیرید میچسبه به هم. پس یه گله‌های به اندازه یه گردو حدوداً 25 گرمی باهاش درست می‌کنیم به تعداد چونه‌هامون. چونه‌ها 2 برابر شده، کنارش رو با دست فشار بدید، وسطش قلمبه بمونه. میخوایم بعد از پخت حجم خمیر زیر و روی موادمون یکسان باشه. ببندید، بخچه کنید، لازم نیست کامل سفت بشه. حالا با شست دستتون محکم فشار بدید و سعی کنید مواد رو یک دست توی چونتون باز بکنید. توی این مرحله باز به خمیر استراحت میدیم. قبل از اینکه بخوایم قالب بزنیم یکم حجم بگیره، خمیر منعطف‌تر بشه که راحت‌تر زیر قالب باز بشه. زیر و روش آرد بزنید، با دست کامل پاک کنید، لکه‌های خشک آرد روش نمونه. قالبتون هم هر مرحله توی آرد بزنید، بتکونید و به شکلی که میبینید فشار میدید، بچرخونید، فشار بدید تا چونه ها به اندازه یه دایره به قطر 10 سانت باز بشه. این قالب ما هم قطرش 10 سانته. به این شکل و راحت جدا میشه. مجدد توی سینی بهش استراحت میدیم. این خمیرها قبل از استراحته، این خمیرها بعد از استراحته. حسابی توپل مپل میشه. حالا با چنگال بین طرح‌ها رو چنگال بزنید که احتمال پف کردنش، دفرم شدنش توی فر و هنگام پخت خیلی کم بشه. میخوایم ظاهرش رو حفظ بکنیم. تخم مرغ رو میزنید، از صافی رد میکنید، یه لایه نازک تخم مرغ رومال میکنیم روی خمیرهامون و بعد خاکشیر میپاچیم روشو. میره برای پخت. نوش جونتون، یه کلوچه بسیار خوشمزه و خوش عطر داریم. قراره وقتی میخورید احساس سبکی داشته باشید و فطیر نباشه. ببینید مواد چقدر قشنگ بین خمیر من باز شده به صورت کاملا یک دست. اینم از آپدیت کلوچه فومن تقدیم شما و نوش جونتون.